بیننده عزیز، بنابر پیش آمدن مشکلاتی فنی من باری دیگر برای شما از نو درود میفرستم و سرخط خبرهای تازه ترین تاجیکستان و جهان را به شما ارائه میکنم و چون همیشه در همین وقت شعله گلخوجه هستم از دفتر مرکزی رادیو آزادی در پراگ و امیدوارم که چند دقیقه را برای شنیدن خبرهای تازه با ما میبخشید و بعداً بعد از 3 ساعت دیگر من همه شما را در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی در آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب منتظر میشم. خب، ترکش ماشین در راه دوشنبه خوجند بر اثر سوختاری ماشین حامل 10 تن بنزین در راه دوشنبه خوجند 2 نفر به هلاکت رسیده است. مقامات میگویند راننده و مسافر هلاک شده این ماشین ساکنان شهر لواکند ولایت ختلون بودند. در برنامه خبری ما جزئیات این حادثه را برای شما شرح خواهیم داد، ولی تنها همین رو یادرس میشوم که از این پیشتر چند حادثه ترکیش ماشین های حامل مواد سوخت رخ داده بود که در پای البته کشته بر جای گذاشته شده بود. خب، نام سفیر امریکا در تاجیکستان معلوم گشت. نامزدی که به این وظیفه پیشنهاد شده است حالا در سفارت امریکا در قزاقستان کار میکند و فعلا باید سنت امریکا نامزدی دیپلمات را به مقام سفیر امریکا در تاجیکستان تصدیق کند. سفیر قبلی امریکا الیزابت میلر بود که 1.5 سال در این وظیفه کار کرد و سال گذشته تاجیکستان را ترک نمود. در حال حاضر کوین کوورت کاردار و یا اجرا کننده وظیفه سفیر امریکا در تاجیکستان است. آزاردادی جزا میگیرد. در دوشنبه مردی را که همسرش را دشنام و آزار داده است 1 هفته حبس کردند. مجازات شوهر در پی شکایت همسر به مقامات انتظامی صورت گرفته است. مقامات پلیس همچنین عکسای این ساکن دوشنبه را نشر کردند که در آنها دیده میشود چگونه او حوله و فرش را توزیع میکند. ضمن آزار و لط و کوب همسران از سوی شوهران در تاجیکستان پدیده نو نیست، ولی معمولا زنان تاجیک با استفاده مقال معروف که دود خانه را رفزنه خانه میداند به هیچ کجا شکایت نمیکردند. فعالان حقوق زنان در نوبت خود بارها میگفتند که در صورت ادامه خاموشی زنان در برابر لط و کوب همسران این قضیه ها آنها را هر روز به خودکشی و مرگ تلا میدهد. به حجاب اجازت نیست. 10 خوانندگان مکتب در قزاقستان را با روسری به مکتب داخل شدن اجازت نمیدهند، چون این عمل باعث آن شده است که چند روز این جانب والدین این دختران در نزد مکتب جمع آمده و اعتراض میکنند. گزارش داریم در همین باره، منتظر باشید. و همزمان از آن میگویم که در دادگاه شهر استکهلم شویتزاریا محاکمه پرونده رهبران پیشین شرکت تلیا شروع شد. آنها برای دادن تقریبا 350 میلیون دلار پاره به گلنورا کریمووا دختر پرزیدنت پیشین ازبکستان اسلام کریموف متهمند. همکار ما از بخش ازبکی رادیو آزادی در شویتزار قرار دارد و این محاکمه را پیگیری میکند. در برنامه خبری بعضی تفصیلات نو را از حیات خصوصی گلنورا کریمووا برای شما پیشنهاد خواهیم کرد، یعنی بعد 3 ساعت دیگر. بدادگری وکیل پارلمان و یا منصبدار دایم حق است. در افغانستان یک وکیل زن در سر قهر و غضب و بعد مناقشه با صاحب مغازه شیرینی فروشی وسایل این مغازه را میشکند. در این بین مزاجان مغازه از جمله کودک خردسال هم آسیب میبیند. دکاندار میگوید ضرری که این وکیل به او رسانده است نزدیک 4000 دلار را تشکیل میدهد و او باور ندارد که او را برای این عملش به جوابگری میکشند. لحظه های مناقشه و بدادگری این وکیل زن را میتوانید در گزارش در برنامه خبری ببینید. همچنین جزئیات نو را در رابطه با صدمه موتیش در شهرهای دوشنبه خروخ برای شما خواهیم گفت. طور معلوم شد در این صدمه 4 نفر به هلاکت رسیده، 16 نفر دیگر جراحت برداشتند. این حادثه 3 سپتامبر رخ داده است. ما از جای حادثه عکسون نو را بیننده عزیز پیشنهاد شما خواهیم کرد و باید بگم که این اولین بار نیست که در شهرهای کلاب خروخ دوشنبه صدمه رخ داده 10 نفر جان خود را از دست میدهند. ساکنان نیز میگویند که جوانانی که بیشتر در سر چنبر ماشین میشینند ماشین را با سرعت بلند میرانند و برای مثال تابستان سال گذشته نیز در حدود نویبوسه 7 جوان به هلاکت رسیده بود. خب، بیننده عزیز منتظر باشید. ما جزئیات این خبر رو طوری هم گفتم در پخش مستقیم برنامه خبری پیشنهاد شما میکنیم در آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب.